مقدس بیگمان با تفسیرهای متفاوت از آن سخن به میان آمده. برخی گفتند که مسیح یک آنوناکی است و به عنوان یک مسیح کیهانی باز خواهد گشت، اشاره به نظریات ویلیام هنری. حوزه‌های علمی در ایران بر این نظر هستند که محمد یا مهدی ملقب به موعود امام 12 شیعیان به شکل یک موجود آسمانی باز خواهد گشت. بیگمان نباید عقاید گنوسی‌ها و مسیحیان معتقد به رابطور را فراموش کرد، ولی منشأ همه این باورها برمیگردد به متون آنوناکی، متونی که هزاران سال قبل از عهد عتیق، عهد جدید و قرآن نوشته شدند. این کتاب کاوشی است درباره همین موضوع. بازگشت. نویسنده کتاب بازگشت آنوناکی به ما گفته که امیدوار است مطالب مذهبی ذکر شده در کتاب، به خصوص آنهایی که بسیار غیر عادی و ساختار شکنانه هستند، باعث رنجش خاطر کسی نشوند.